الآل نور من سراج محمد والصحب نثر يديه بالأطياب رحماء بينهم ولكن في الوغى. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی. اونها را تربیت کرد، آنهایی که شرف مصاحبت و همراهی با پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم را داشتند چه افرادی بودند؟ آنان هیچ کس نبودند جز اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم و اهل بیت ایشان. قطعا اصحاب با هم دیگر، اهل بیت با هم دیگر و همچنین اصحاب با اهل بیت و اهل بیت با اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم بسیار صمیمی بودند، یکدیگر را دوست می داشتند، روابط بسیار نزدیکی با هم دیگر داشتند. در مقابل با دشمنان الله، با دشمنان رسول الله صلی الله علیه و سلم، با کافران و مشرکانی که مخالف با دین اسلام بودند و با اسلام و مسلمانان در ستیز و جنگ بودند، هم مسلمانان و هم اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم، هم صحابه و شاگردان رسول الله صلی الله علیه و سلم و هم خانواده و اهل بیت ایشان با این کفار و مشرکان بسیار سخت و تندخو بودند، اما با همدیگر بسیار مهربان بودند، عطوفت داشتند، همدردی داشتند با همدیگر، با یکدیگر برابر و برادر بودند و روابط صمیمانه‌ای که در میان اصحاب و اهل بیت وجود داشته گویای همین مطلب هست و بر همین نقطه تأکید می کند که آری محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم انسانهایی را تربیت کرد که حسد و کینه و بغض و عداوت را از قلوب آنها برداشت. به تعبیر قرآنی رسول الله صلی الله علیه و سلم اصحابش را و اهل بیتش را تزکیه فرمودند که آثار این تزکیه، آثار این تربیت رسول الله صلی الله علیه و سلم در ایمانشان، در عقاید و باورهایشان و در نتیجه و سرانجام در اعمالشان و رفتارشان کاملا آشکار و نمایان بود. برترین نسل اسلام و بهترین و پر افتخارترین مسلمانان همان مسلمانانی هستند که زانوی تلمذ را خم کردند در پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم و در مکتب ایشان و در مدرسه رسول الله صلی الله علیه و سلم هم علم آموختند، هم ایمان آموختند، هم اخلاق و رفتار آموختند. اینها برترین انسانهای روی زمین بودند که تا امروز هم و تا قیام قیامت هم دنیا مثل آنان را و مانند آنان را در ایمانشان، در اخلاق و برخورد و رفتارشان نخواهد دید، زیرا که ما مربی مانند محمد نداریم. بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم پیامبری دیگر نمی آید، هیچ کسی که اون صفات رسول الله صلی الله علیه و سلم را داشته باشد، اون ویژگی ها و خصایص ایشان را داشته باشد، آن استعدادها و توانایی رسول الله صلی الله علیه و سلم را داشته باشد، اون ارتباطی را که رسول الله با وحی داشت، با آسمان ها داشت، کسی نمی آید که اون ارتباط را داشته باشد. پس بنابراین هیچ کس در دنیا بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم نخواهد آمد که انسانهایی را مانند اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم تربیت بکند. پس بنابراین اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم برترین انسانها بودند، زیرا که مورد تربیت بهترین پیامبران و رسول الله صلی الله علیه و سلم و خاتم انبیا و مرسلین قرار گرفتند. آنچه من در برنامه‌های قبل و همچنین در برنامه‌های بعد از این هم بیان می‌کنم همه در راستای همین محور هست و بنابر همین اصل هست که محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم و اون کسانی که با ایشان بودند با همدیگر بسیار مهربان و با دشمنان خدا، آنهایی که به دشمنی با الله و رسول الله و با دین اسلام برخاستند، هم اصحاب و هم اهل بیت با آنها بسیار سخت و تند هستند. تمام مطالب در این قالب هست.
و اون کسانی که خویشاوند رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند. من در جلسات قبل بسیاری از خویشاوندان رسول الله صلی الله علیه و سلم را که از نظر سببی با رسول الله ارتباط داشتند، یعنی اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند، و همچنین اصحاب بزرگواری که رسول الله صلی الله علیه و سلم با اونها ارتباط برقرار کردند، وصلت نمودند و از اونها زن گرفتند و به اونها زن دادند، و همچنین اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم را من نمونه هایی از این وصلت ها را بیان کردم تا شاهد عدلی باشد بر این قضیه که واقعا همان گونه که قرآن اصحاب رسول الله و اهل بیت ایشان را ستوده، همه با همدیگر مهربان بودند، روابط بسیار صمیمی و نزدیکی را با همدیگر داشتند. اگر خاطر مبارکتان باشد، من در هفته قبل و در برنامه قبل یکی از موارد بسیار نادری را که در تاریخ اسلام بیمانند هست خدمت شما بیان کردم که یک نفر به نام حفصه امویه که از بنی امیه بود، نوه مشترک تمام خلفای اربعه و حضرت طلحه و زبیر رضی الله تعالی عنهم اجمعین بودند. یعنی این که دو نفر از پدرخانمان رسول الله صلی الله علیه وسلم و دو نفر از دامادهای رسول الله صلی الله علیه وسلم و دو نفر از باجناقهای رسول الله صلی الله علیه وسلم، این 6 نفر و طبعا شخص رسول الله صلی الله علیه وسلم نسبشون همه در یک جا جمع می شود، در نوادگانشون به حفصه امویه می رسد که من در هفته قبل مفصلا این قضیه رو توضیح دادم که فاطمه دختر امام حسین رضی الله تعالی عنه نوه مشترک علی و طلحه بود که با نوه مشترک عثمان و عمر که عبدالله المطرف می گفتند ازدواج کرد و ثمره این ازدواج محمد دیباج بود. یعنی این که محمد دیباج نوه مشترک حضرت علی و طلحه و عثمان و عمر بود و این محمد دیباج با خدیجه ازدواج کرد و این خدیجه هم نوه مشترک ابوبکر و زبیر بود و ثمره ازدواج محمد دیباج با خدیجه حفصه امویه بود که در واقع حفصه امویه می شود نوه مشترک خلفای اربعه به اضافه طلحه و زبیر. اگر این قضیه بر یک چیزی دلالت بکند و یک مطلبی را اثبات بکند، اون مطلب قطعا این هست که این افراد خلفای اربعه با طلحه و زبیر با همدیگر روابط بسیار صمیمی داشتند، وصلت‌هایی را با همدیگر انجام دادند و در خانواده های ایشان و در نسل های بعدی ایشان این روابط وجود داشته، وصلت ها وجود داشته تا این که نسب همه در یک جا جمع شده و فردی مانند حفصه می شود نوه مشترک تمام این بزرگواران. و هدفی که ما از این برنامه دنبال می کنیم هم این هست که اثبات بکنیم که تمامی این بزرگواران با همدیگر برادر و برابر و با همدیگر دوست و صمیمی و با همدیگر مهربان بودند. انشاءالله بعد از میان برنامه خدمت شما خواهم بود و مطالب دیگر رو در این زمینه خدمت شما عرض می کنم. بله بینندگان ارجمند، آنچه تاریخ برای ما بیان می کند و در کتابه های سیره و انساب برای ما نقل شده که تمام مورخین و تمام نسب شناسان معروف عرب بر اون صحه گذاشتند، این هست که اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم و در رأس همه بزرگان اصحاب مانند ابوبکر و عمر و عثمان، طلحه و زبیر، این بزرگان صحابه با بزرگان اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم روابط بسیار صمیمی را داشتند. در سختی ها کنار هم دیگر بودند،
در خوشی ها با هم دیگر بودند، در جنگ و صلح با هم دیگر بودند و خانواده هایی بودند که یکدیگر را کفو همدیگر و همشأنی همدیگر می دانستند و با همدیگر ازدواج هایی را انجام دادند. من در جلسات گذشته پیرامون وصلت هایی را که با خانواده های ابوبکر و عمر و عثمان و در طرف دیگر اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم انجام گرفته بود، مطالب مفصلی رو خدمت شما بیان کردم و اکنون میپردازیم به یکی دیگر از بزرگان اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم که از تمامی اصحاب به رسول الله صلی الله علیه وسلم نزدیکتر بود. از تمام عشره مبشره 10 صحابی که رسول الله صلی الله علیه وسلم آنها را به بهشت نسبت داده بود و وعده و مژده داده بود، به استثنای حضرت علی رضی الله تعالی عنه، میبینیم که نزدیکتر از همه از طرف مادر حضرت زبیر ابن عوام رضی الله تعالی عنه است. زبیری که امروزه به عنوان دشمن اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم شناخته می شود. برای اثبات این دشمنی موهوم افسانه هایی را ساختند و پرداختند، دروغ هایی را بافتند، اما می بینیم که حضرت علی رضی الله تعالی عنه و همچنین فرزندان او زبیر را نه تنها دشمن خود نمی دانند، بلکه یکی از افراد خانواده خودشان می دانند. تا زمانی که عبدالله بن زبیر به دنیا نیامده بود، زبیر را یکی از اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم تصور می کردند، از بس که رفت و آمد داشت با اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم. و از نظر مادرش که صفیه هست، صفیه هم دختر عبدالمطلب عمه رسول الله صلی الله علیه وسلم هست، یعنی این که حضرت زبیر ابن عوام پسر عمه رسول الله صلی الله علیه وسلم و حضرت علی است. پس بنابراین روابط خانوادگیشان، روابط نسبیشان با همدیگر بسیار نزدیک بوده. اهل یک خانواده بودند، از یک مجموعه بودند، از یک تیره و از یک نسب بودند. اما امروزه دشمنان اسلام و دشمنان مسلمانان، آنانی که وجود خودشان را مرهون دشمنی، اثبات دشمنی میان صحابه و اهل بیت می‌دانند، دروغ‌هایی را بافتند و افتراهایی را بربستند که آری زبیر ابن عوام یکی از دشمنان سرسخت اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده. زبیر ابن عوام ابن خویلد ابن اسد ابن عبدالعزا ابن قصی هست، یعنی نسبش از طرف پدر در قصی به رسول الله صلی الله علیه و سلم میرسد و از طرف مادر همان گونه که عرض کردم پسر عمه رسول الله صلی الله علیه و سلم هست که مادرش صفیه بود، دختر عبدالمطلب. و جالب اینجا هست که همسر رسول الله صلی الله علیه و سلم ام المؤمنین خدیجه دختر خویلد هم عمه حضرت زبیر ابن عوام هست، زیرا که من عرض کردم که زبیر فرزند عوام هست و عوام پسر خویلد هست و حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها هم دختر خویلد ابن اسد هست. پس بنابراین در میان حضرت زبیر رضی الله تعالی عنه و خانواده رسول الله و حضرت علی رضی الله تعالی عنه ارتباط نسبی بسیار تنگاتنگی وجود دارد که با همدیگر همراه بودند و در یک خانواده بودند و خیر و شرشان با همدیگر یکی بود. حضرت زبیر ابن عوام رضی الله تعالی عنه یکی از نخستین مسلمانان هست، انسانهایی که در ایمان آوردن و مسلمان شدن پیشتاز بودند و از بسیاری دیگر سبقت گرفتند، به گونه ای که ایشان 4مین یا 5مین نفری بود که مسلمان شدند و بر اثر دعوت حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه
از لحظه ای را که زبیر ابن عوام مسلمان شد، اسلام را پذیرفت، در کنار رسول الله صلی الله علیه و سلم باقی ماند، در تمامی غزوات و جنگها و درگیری هایی که رسول الله صلی الله علیه و سلم با مشرکان و کافران داشت، نبرد و مبارزه در میان حق و باطل بود. حضرت زبیر ابن عوام رضی الله تعالی عنه همیشه در کنار رسول الله صلی الله علیه و سلم حضور داشت. تمامی جنگها را همرکاب رسول الله صلی الله علیه و سلم و پا به پای رسول الله صلی الله علیه و سلم شرکت کرد و جز مهاجرین اولینی هست که صاحب هجرتین هست، هم به حبشه هجرت کرده و هم به مدینه منوره. و این نشان این مطلب هست که حضرت زبیر ابن عوام رضی الله تعالی عنه از همان ابتدا در دورانی که مسلمان شدن به معنی تحمل سختی ها بود، به معنی بریدن از تمام خویشاوندان و قوم و قبیله بود، به معنی رها کردن وطن و اهل و خانه و کاشانه بود. از همان لحظات نخست حضرت زبیر ابن عوام رضی الله تعالی عنه مسلمان شد و تمام این سختی ها را به جان خرید و خانوادهش را، مال و منالش را، خانه و کاشانهش را همه را رها کرد. یک بار به حبشه هجرت کرد و یک بار به مدینه منوره و پرچمدار رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده. مانند فتح مکه که حضرت زبیر ابن عوام رضی الله تعالی عنه یکی از 3 نفری بودند و یکی از 3 گروه مهاجرین بودند که پرچم این گروه ها، یکی از این گروه ها در دست حضرت زبیر ابن عوام رضی الله تعالی عنه بود. از آنجایی که زبیر رضی الله تعالی عنه ایمان کاملی داشت به اسلام و باور درست و صحیحی را داشت به الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم و به دنیا و آخرت، و ایمان داشت به ایمان اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم، محبت داشت با اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم، می‌بینیم که زبیر ابن عوام رضی الله تعالی عنه اعلام می‌کند که من بچه‌هایم را به نام شهدای اسلام نامگذاری می‌کنم. زبیر ابن عوام 10 تا فرزند داشت و 10 پسر داشت که تمامی این پسرهایش را به نام شهدای اسلام نامگذاری کرده. اون گونه که خودش میگوید که طلحه ابن عبیدالله فرزندانش را به نام پیامبران نامگذاری میکرد، در صورتی که بعد از رسول الله صلی الله علیه وسلم پیامبری دیگر وجود ندارد. اما من فرزندانم را به نام شهدا نامگذاری میکنم. عبدالله یکی از فرزندانش هست، به نام عبدالله ابن جحش را نامگذاری کرد. منذر را به نام منذر ابن عمرو نامگذاری کرد. عروه را به نام عروه ابن مسعود رضی الله تعالی عنه. حمزه را به نام حمزه ابن عبدالمطلب رضی الله تعالی عنه. جعفر را به نام جعفر طیار. مصعب فرزندش هست به نام مصعب ابن عمر. عبیده هستی که از فرزندانش به نام عبیده ابن الحارث. خالد هست به نام یکی از شهدای اسلام، خالد ابن سعید. عمرو هست به نام یکی از شهدای اسلام، عمرو ابن سعید. و تمام فرزندانش را به نام شهدای اسلام نامگذاری کرد و این نشان از محبتی دارد که در قلب حضرت زبیر رضی الله تعالی عنه نسبت به اسلام و مسلمانان و شهدای راستین و نخستین اسلام در قلبش وجود داشته. انشاءالله در برنامه دیگر باز هم مطالبی را در این زمینه خدمت شما عرض خواهم کرد. تا آن زمان تمامی شما را به الله متعال می سپارم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآل نور من سراج محمد، والصحب نثر يديه بالأطياب، رحماء بينهم ولكن في الوغى أسد على الباغي كأسد الغاب. خير القرون هم وليس كمثلهم، عظماء بعد الرسل في الأحقاب، رحماء بينهم ولكن في الوغى